ESS اوکی. خب الان لوشا رو دیدم، گفتش که میخواد موهامو رنگ کنه. یه عکسی الان استوری کرده بودم، عکس رو الان براتون اینجا میذارم که گفته بودم خیلی دلم میخواد موهام اینجوری باشه، ولی کسی ندارم که برام انجامش بده. و لوشا و اگه گفتم الکسی یا اگه گفتم لوشا، هر دوش یکیه، دو تا اسم داره. و اینکه see you guys. و اینکه من الان دارم میرم موهام برام رنگ کنه، اون طرحهای خوشگله روی موها رو بزنه. و اینکه اصلا 8:30 هم قرار داریم هم ببینیم. و اینکه آره دیگه براتون ولاگش رو میخوام بذارم. خب داشتم میگفتم اینجوری خیلی راحت تر این چیزا رو گذاشتم الان تو با این چی میگم بهش، نمیدونم، مونوپاد، نمیدونم، هر چی که هست اونو الان تو دستمه. حدود 1 دقیقه دیگه لوشا میره پایین، من دارم میرم دکولرش رو میاره. یه شامپو رنگ قرمزم خریدم چون میخوام ستاره‌ای که سرم باشه قرمز باشه. حالا اون استوری هم که گذاشتم بچه ها اومدن ریپلای زدن و اینا که ما کمکت میکنیم و اینا رو براتون این پایین میذارم. برای دیگه خلاصه امشب قراره یه شب خاص باشه. اوه شت. همونجا که توضیح دادم لوشا یا الکسی. How to say hello? سلام. Salam? Yeah. Salam. I want to try a few colors. Like, which one would be better? Don't you think we should first bleach it? No, I mean I want to try to do a sketch. So you want stars, right? Yeah. Okay. Is it working? I mean, your hair is kind of long, but I think it will work. I've never done this before, by the way. Yes. It's the first experience. But like, even if it didn't work, don't stress yourself. We will color it all. Okay. Okay, first star is ready. Yes. Oh, we want to just bleach the places that have stars? Yeah. Oh, can't we bleach all of it? Oh, why? Because it would be better. الان تقریبا داره فیلیچ میشه، داریم رو شرنگی سم میذاریم. Thank you.
Why did you do this? Because you cannot put all of it in your head. I tried last time, and you should divide it by small proportion to cover all of your hair in a really good way. Let me show you. Okay. فردا یه پسر عراقیه داره میاد مدرسه‌مون از یه دویسی دیگه و داریم با هم میریم بیرون. البته دوست من نیست، یکی از دوستای اوکراینیمه که داریم با اکیپمون باهاش میریم بیرون. برای دیلیه میان اومده که منم احتمالا باهاش توی چیزم توی دونه چیزم توی دونه حوزم. آره نمیتونم صبر کنم ببینم دیلیت شده این موهام چه شکلی. دارم میرم موهام الان بشونم و اینکه امیدوارم این مدیر نازمام نبینم، چون من پسوریازیستم رو سرم و گفته بودن که نباید رنگ کنی و اینا. سوری. و من چون اومدم رنگ کردم و اینا الان استرسشو دارم، نمیدونم چی کار باید بکنم و باید قشنگ از این کلاه بپوشم که مشخص نکنه. دیگه کم کم دارم میرسم. اینجا کوریدور منه یه هموم 5 دقیقه رفتم و الان بلیچ شده تقریبا. ببین این بالاش به زیاد خوب نشده ولی در کل خوبه. الان میپیشونم که از سوالات احتمالی مردم جلوگیری کنم تا کار انجام بشه و تموم شه بره. آره داشتم میگفتم، یعنی داشتم میامدم رسما از جلوی 3 تا کاپل رد شدم و به خدا نمیدونید چقدر این صحنه معذب کننده و خجالت آوره. آدم یه جوری بهت نگاه میکنه انگار داری ارث باباشونو میخوری. خیلی بد. Okay, I'll use my We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Oh my god. I can add a little edge here if you want. H for who? Edge. Edge? Edge of Yeah, the star. yeah. But the thing is, when you Oh, sorry. The thing is, when you wash your head, it could be, it can be. It will go by time, I know. Yeah, and maybe the form of stars will just be kind of not the sharp enough. Yeah, I know. I had some different types of this
for my, do you remember that my hair was long and I had some bleach under them? Yeah. I was using this on them and I kind of know how they work. If I let them to be a bit dry and I wash them so fast, it would not give the color to other part of my hair. Yeah. Fair enough. Everyone is sick. Yeah, because of the screen, I guess. Yeah, we didn't get sick in, I didn't get sick in. Rafi! Is it good? Don't move yours. This part is good. Mm-hmm. This part is not done. There is only one star that have remained. Okay. Yes! Say Khodafez. Khodafez means goodbye. Wait, again? Khodafez. Khodafez? Khodafez. 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 What does it mean? خدای تو رو خدا نگاش کن. وای. I love it. یعنی عاشقشم به تمام معنا. این یه طرفشه، بالاشه. خب اینا حسابی خوش شدن و من دارم میرم همون که کامل بشورمشون. فکر کنم خیلی خوب رنگ گرفتش و اینکه از همون اومدم براتون فیلم میگیرم میذارم و اینکه الان همه خوابن به جز این فلگ میت من. It's okay. به جز این فلگ میت من و اینکه مثل همیشه اون داره داد میزنه و رعایت نمیکنه که همه خوابن. اشکال نداره.